سلام دوستان عزیز، از طرف برگزرد امروز اومدیم به پیتزا تیستی پیتزا در منطقه هندون لندن NW4 با آقای فریبرز و فرامرز اخوی. ایشون سوالایی داریم در رابطه با منیوی مغازه‌شون و سرویس هایی که ارائه میدن. بفرمایید آقا فریبرز. سوال بگیم جواب. شما چند نوع پیتزا دارید اینجا؟ پیتزا چند نوع که بله. نوع پیتزا. بله؟ ولی انواع مختلف داره. بله. شما غذا ایرانی هم اینجا میدین؟ بله، غذای خوشمزه ایرانی. خب مشتریای ایرانی هم دارین؟ مشتری ایرانی زیاد. خوشتون میاد از مشتری ایرانی یا ازشون فراری هست؟ هممون ایرانی هستیم دیگه. قیمتاتون رو بگین، منیوتون رو من این مقداری بیارم رو منیوتون و چیزایی که به مشتریای هموطن مناسب. خب اینجا یه ذره میتونیم از مغازتون از یخچالتون بگیریم. به 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 به. اینا آفر باز اینا چیه؟ انواع و اقسام سسای چی دارین؟ سس گالیک سس، چیلی سس، بله. برگر سس، مایونز، کچاپ، بله. باربیکیو سس. سس. کباب هم که هست دیگه. خب اگه هموطنا بخوام زورا بیان اینجا غذا بخورن، چه چیزایی رو شما بعضیا خب بیشتر به شکمشون اهمیت میدن، بعضیا به جیبشون تا به شکمشون، شما کدومو؟ مثلا میگم رعایت کنید. نه قیمت‌های شما که خیلی خوبه، من خودم اینجا مشتریم. ولی غذای زرد چی بخورم مثلا؟ هم قیمتش خوب باشه هم همه چیز هست دیگه، ولی چیزی که ما میتونیم واسهشون انجام بدیم اینه که واسهشون بیشتر بریزیم. چجوری بیان مغازه شما؟ یه آدرس تقریبا این مقداری آدرستون رو بگین که راه. هندونه دیگه. بله. کجا هندون؟ چرچ رود. تا ساعت چند بازی؟ از چه ساعت‌هایی باز هستن؟ ساعت 11 تا ساعت 2 شب. با اخوی هم میشه مصاحبه کرد؟ بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید. اگه پیغامی داریم برای هموطنان که به مغازه شما میان و یه مقداری معرفی. مغازه شماره 11 NW4 1RR. چند ساله؟ بغل یونیورسیتی تو NW4. چند ساله مغازه رو دارین؟ 10 سال. گفتین از ساعتتون از ساعت 11 تا 2 شب. غذای ایرانی هم قرمه سبزی، قیمه و چیزهای دیگه هم اگه خواستن براشون سفارش بدن براشون درست می‌کنیم. خب غذای محلی هم درست می‌کنیم. میزا آسیمی درست. به. آها غذای شمالی. یعنی پس میتونم اونا رو سفارش بدم. پس شما رو از طریق برگزرد هم میتونم پیدا کنن از امروز که شما ان شاءالله ویدیوتون و مشخصاتتون بیاد روی. یه خاطره خوبتون رو بگین از مغازتون. خاطره خوب خنده‌دار. هموطنانمون زیاد اینجا آشنا شدیم. خب بیشترین خاطره کدوم بود؟ خوبش رو بگین یا خنده‌دارش رو بگین؟ خاطره که اینجا باید کار می‌کنیم دیگه. خب آره یه خاطره خنده‌دار از ایرانی‌ها. می‌بینیم همین خوشحالی دیگه. چیزی که مثلا تو ذهنتون همیشه بمونه از ایرانی‌ها تو مغازتون چی بوده؟ نه خاصی نبوده. خب خدا رو شکر که میان اینجا با خاطره خوش میرن بیرون. با خاطره خوش میرن. خب پس من رو برم یه منیوتون هم بالا نگاه کنم. اینجا منیو برام همه زوم میکنیم. مال کباب، مال برگر. به. ما میتونیم بوی این خوب کبابو بیاریم به هموطنان تو وبسایت بوش هم لاغر بشنن. فکر کنم هر روز اینجا دیگه. پیغام چیزی دارین ان شاءالله وقتی وارد شین؟ شما اولین مغازه هستین که دارین وارد برگزرد بشین. ان شاءالله که هم شما موفق بشین هم تمام ایرانیان. قربان شما. در کنار شما. لطف کردین. شما پیغامی ندارین قربان؟ خوشبخت باشید. قربان شما. خدا نگهدار.